اسم این موجودی که دیدین چتر دریایی، ایشون یکی از سمی‌ترین آبزیای دنیا. توی تابستونا خیلی علاقه دارن توی آبهای کم عمق و نزدیک ساحل باشن. البته سم چتر دریایی به خودی خودش کشنده نیستش، ولی یه کاری باهات میکنه که خودت رو بکشی. سمش ابتدا روی عصب تاثیر میذاره و کلا دم و دستگاه و مغزتو به هم میریزه. شما فقط 10 دقیقه وقت داری که خودتو به بیمارستان برسونی، وگرنه سمش وارد خونت میشه و شدیدترین احساس اضطراب و نگرانی رو متحمل میشی. کسایی که این سمو تجربه کردن میگن که تاثیرش جوریه که احساس میکنی که هر لحظه قراره اتفاق بدی بیفته و باعث شده خیلی احساس خودکشی بهشون دست بده. تا 2 هفته توی خونت و توی بدنت این تاثیر باقی میمونه و در واقع پادزهری نداره. این چتر دریایی توی کیش، قشم و شهرهای ساحلی ایران خیلی دیده شده. مراقب بچه‌هاتون هم باشین، چون این حیوان بسیار زیباست و بی حرکت میمونه و تا وقتی که لمس کردنش سم رو وارد بدنت میکنه.